بسم الله الرحمن الرحیم. دستیار پژوهشیان سلام، حالتون چطوره؟ اومدم با یکی دیگه از قسمت‌های بخش پیوست‌های دوره اسرار گوگل اسکالر و قرار اینجا یه افزونه حرفه‌ای رو بهتون یاد بدم که جدیداً گوگل اسکالر برای خودش به ارمغان آورده و اون رو معرفی کرده. این افزونه یه افزونه بسیار کاربردی برای خوندن فایل PDF مقالاتتونه و اسمش هست گوگل اسکالر PDF ریدر و فوق‌العاده کاربردیه. احتمال اینکه در ادامه هم یه سری کاربردهای جدید بهش اضافه بشه به شدت بالاست و یه سری قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی داره که احتمالاً ازش خوشتون میاد. خب معطلتون نمیذارم، بریم با هم دیگه ببینیم که این افزونه رو چطور دانلود بکنیم، چطور نصبش بکنیم و چطور ازش استفاده بکنیم. بریم ببینیم چه خبره. همونطور که میبینید وقتی جدیداً وارد گوگل اسکالر میشید با یه همچین پیغامی مواجه میشید که به شما میگه که بیایید نحوه خوندن PDF هاتون رو عوض بکنید، رفرنس ها رو به راحتی فالو بکنید یا فهرست PDF رو اسکیم بکنید و به تصاویر اصطلاحاً پرش کنید یا بپرید روی تصویرها و ببینید توی تصویر چه خبره. خب حالا این بپرید روی تصویر بچه‌ها به شیوه چه میدونم جشن پتو و اینا نمیگم ها. منظورش اینه که یه جامپی داشته باشید به سمت فیگرها تا نخواد اسکرول بکنید. خب برای نصب این افزونه کافیه روی خود همین سوپرچارجر PDF یه کلیک بکنید. همونطوری که میبینید اینجا یه صفحه باز میشه که میگه 18 مارچ 2024 بچه‌ها این افزونه معرفی شده و امروزی که من دارم این رو بهتون معرفی میکنم دقیقاً 5 روز بعد از معرفی این افزونه کاربردی. شما برای نصب این افزونه خیلی راحت میتونید روی گوگل اسکالر PDF ریدری که اینجا نوشته کلیک بکنید و وارد صفحه مربوط به اکستنشن های کروم بشید. یه نکته بچه‌ها همینجا بهتون گفتم این اکستنشن یا افزونه مربوط میشه به مرورگر کروم و روی کروم قابل نصبه. خب اینجا اد تو کروم رو میزنید، به راحتی اد اکستنشن رو میزنید، یه فایلی براتون دانلود میشه و خودش بلا فاصله براتون نصب میشه. حالا اینجا آورده یه سری موارد رو برای ما آورده و یه PDFی برای نحوه کار کردن باهاش هست. همین ابتدا برای ما نوشته که آقا اگه این آیکون رو این گوشه زیر فلش های مثلا قبل و بعد مرورگر میبینید یعنی شما کارتون رو انجام دادید و درست رفتید جلو. بعد در ادامه میاد میگه که اگه این افزونه براتون کار نمیکنه احتمالاً شما یه دونه افزونه PDF ریدر دیگه دارید که باید اون رو منیج بکنید و اصطلاحاً خاموشش بکنید تا بتونید از این افزونه استفاده بکنید. خب ما الان افزونمون نصب شده بچه‌ها. اگه بخوایم بیاریمش این بالا توی این لیست قرار بگیره میتونیم روی این پین کلیک بکنیم، یعنی اینجا یه دونه کلیک میکنم روی پینش کلیک میکنم تا روشن بشه و اینجا همون رو به من نمایش میده. خب دیگه با این صفحه من کاری ندارم، میتونم خیلی راحت اون رو ببندم. اما بیایم اینجا و ببینیم این افزونه دقیقاً برای ما چی کار میکنه. خب اینجا تو اوورویوش چند تا بولت پوینت گذاشته، گفته که قبل از اینکه مثلا رفرنسی رو باز بکنی شما خیلی راحت میتونی یه نیم نگاهی بهش داشته باشی. بعد میگه که اسکن کنی تیبل آف کانتنت رو، یعنی بیای فهرست مطالبی که توی یه مقاله وجود داره رو همون ابتدای کار بررسی بکنی و اگر احیانا به جای خاصی از مقاله مثل دیسکاشن، متد یا ریزالت علاقه داری کافیه روش کلیک بکنید و وارد همون قسمت بشید. این کلیکینگ تکست فیگر منشنز میگه اگه جایی توی متن به فیگر یا تصویرها اشاره شده شما کافیه روی فیگر کلیک بکنید و بپرید روی تصویر یا منتقل بشید به تصاویر و ببینید که توی اون تصویر چه خبره و خیلی راحت میتونید بک بزنید تا برگردید به جایی که بودید و متنتون رو دوباره از سر بگیرید و بخونید. یه حالت بسیار خوبی که داره اینه که شما PDF هاتون رو به حالت لایت، یعنی همین حالت سفیدی که وجود داره که معمولا میخونیدشون، حالت دارک و حالت نایت مود میتونید PDF ها رو بخونید. این قابلیتش رو من خیلی خوشم اومد و خیلی کاربردیه و برای دوستانی که خیلی با کامپیوتر کار میکنن احتمالاً خیلی مفید فایده باشه. و اگه احیانا شما نیاز دارید به این مقاله رفرنس بزنید یا به مقاله‌ای که دارید میخونید خیلی راحت توی همون مقاله میتونید برید اصطلاحاً رفرنس انتهای متنی رو از خود همون فایل PDF خروجی بگیرید و اگر ساین این هم بکنید به عنوان آخرین کاری که میتونید انجام بدید اینه که
PDF رو توی کتابخونه گوگل اسکالرتون اضافه بکنید. جالب شد نه؟ خب حالا من میام این بخشا رو بچه‌ها میبندم و برمیگردم تو گوگل اسکالر و اینجا یه چیزی مثل پالیمر رو جستجو میکنم. میام از این مواردی که PDF دارن یه دونش رو باز میکنم. حالا دقت بکنید بچه‌ها، افزونه من برام فعال شده و اینجا خیلی راحت میتونم صفحات مختلفش رو ببینم. این PDF بچه‌ها فهرست نداره. چون فهرست نداره من میرم سراغ یه PDF دیگه. خب بچه‌ها خیلی راحت میایم اینو میذاریم از مقالات مثلا 2023 به بعد. حالا میایم اینجا روی یک فایلی که PDF داره کلیک میکنیم و فایل PDFش وقتی برامون دانلود میشه، دقت کنید بچه‌ها اینجا اگه این حالت رو دیدید یعنی فهرست رو شما میتونید ببینید. مثلا دامین نالج رو اگه بخوام باز کنم خیلی راحت کلیک میکنم، این دامین نالجه که اینجا نوشته شده میبینید. یا دیپ لرنینگ رو نگاه کنید، این دیپ لرنینگه، بلافاصله منو منتقل میکنه به اون بخشی که میخوام. خب از این قسمت هم میتونید صفحات مختلف رو ببینید و این زبانه رو میتونید جمعش بکنید که راحت‌تر فایل PDF تون رو شروع بکنید به خوندن. حالا اینجا که دیگه مشخص فایل PDF شما میتونید بخونید، اما یه نکته اینجا وجود داره. شما اگر روی این رفرنس های درون متنی کلیک بکنید، توضیحات مربوط به اون رفرنس رو بچه‌ها برای ما میاره و ببینید عنوانش، چکیدش همینجا هست و همینجا میتونیم مرورش بکنیم و خیلی کمک میکنه به این که بتونیم در ادامه خیلی راحت‌تر بچه‌ها مقالات رو مرور بکنیم، رفرنس‌های مقالات رو مرور بکنیم و حتی بعدا راحت‌تر مقاله بنویسیم و از رفرنس‌های متعددی که اینجا وجود داره استفاده بکنیم، فایل‌های PDFش رو باز بکنیم و راحت بتونیم مثلا بخش مقدمه مقالمون رو گردآوری بکنیم. خب اگر احیانا اون رفرنسی که شما میخواید بررسی بکنید مثل اینجا مثلا چند تا رفرنس داشته باشه یا رفرنس های متوالی رو شامل بشه، اگر روش کلیک بکنید، دقت کنید بچه‌ها اینجا الان رفرنس شماره 5 رو برای ما آورده اطلاعاتش رو. اگه من روی این گزینه کلیک بکنم یا روی شماره 6 کلیک بکنم، اطلاعات رفرنس شماره 6 رو برای من میاره. میبینید یکی یکی من اطلاعات رفرنس هام رو جابجا میکنم، حتی تعداد سایتیشن هاشون رو هم این پایین برای ما مینویسه و یک نمای کلی از آن چیزی که اگه میرفتیم این مقاله رو توی گوگل اسکالر جستجو میکردیم به ما نشون میداد، این پایین برامون میاره. خب این هم از این. حالا یه جاهایی توی متن هست مثلا مثل creating an ML pipeline یا polymer representations. خب اینها رو بچه‌ها اگر روش کلیک بکنید شما رو میبره به اون سرفصله. دقت کنید creating an ML pipeline و اگه احیانا بخواید برگردید به جای قبلی، کافیه روی کلیک بک اینجا کلیک بکنید تا بیاید جایی که قبلا داشتید مقاله میخوندید. خب پس اینها رو هم بچه‌ها ما به راحتی میتونیم جابجا بشیم. توی همین صفحه اینجا یه ارجاع به تیبل 1 صورت گرفته یا ارجاع به جدول اول. درسته؟ من اگه روی همین قسمت کلیک بکنم دوباره منو میبره به تیبل شماره 1 و خیلی راحت اینجا میتونم تیبل شماره 1 رو مرور بکنم و از این قسمت میتونم بک رو بزنم و برگردم به متنی که داشتم میخوندم. مثلا میام یه مقداری پایینتر میبینم که اینجا به فیگر شماره 1 اشاره کرده یا ارجاع داده. درسته؟ من میام روی فیگر شماره 1 کلیک میکنم. خب بچه‌ها این تصویر شماره 1 بیایید ببینید که چی کار کردن، چه چیزی رو داره نمایش میده و دوباره اگه بک رو بزنید خیلی راحت دقیقاً شما رو میاره همون جایی که داشتید متن رو میخوندید. خب مورد بعدی که من خیلی 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 ازش خوشم میاد برای کاربردی بودنش اینه که شما اگه این گزینه سه خط این گوشه رو باز بکنید میتونید اینجا رو حالت لایت مود قرار بدید که همین حالت معمولیه، روی حالت دارک مود قرار بدید که این گوشه ها رو براتون خاکستری میکنه که چشماتون کمتر اذیت بشه. و یا اگر شما دوستان اهل شبید یا نایت مود رو خیلی دوست دارید، اگر این رو بذارید رو حالت نایت مود میبینید که به فضای بک‌گراند PDF هم مشکی شد. البته توی فونت های لب تیز مثل تایمز نیو رومانی که اینجا داریم میبینیم بچه‌ها یه مقدار چشممون رو درد میاره. میبینید شما هم احتمالاً داره چشماتون درد میگیره، ولی روی حالت دارک مود اگه اون رو تنظیم بکنید خیلی راحت میتونید متن مقالتون رو با تمرکز بیشتری بخونید. خب من این وسط رو هم براتون توضیح دادم. اینجا خیلی راحت بچه‌ها کلیدهای پیمایشی برای رفتن به صفحه قبل و صفحه بعد. اینجا میزان زوم رو شما میتونید
کم و زیاد بکنید که میزان زوم رو با نگه داشتن کلید کنترل و اسکرول به سمت بالا میتونید زیاد بکنید و اسکرول به سمت خودتون یا اسکرول بک میتونید زوم رو کم و کمتر بکنید. از این قسمت میتونید PDF رو تمام صفحه بکنید که متن‌ها رو راحت‌تر بخونید و توصیه من برای شما اینه که حتما PDF رو تمام صفحهش کنید. اگه این حالت رو بزنید یک صفحه کامل رو توی صفحه مرورگر شما به شما نمایش میده و اگه اسکرول بکنید نگاه کنید در حالت یک صفحه کامله. توی این حالت چطور؟ توی این حالت صفحه به صورت ارزی تمام صفحه میشه. این هم بچه‌ها PDF رو برای شما روتیت میکنه. ممکنه یه تصویری باشه بخواید بچرخونید و اون رو ببینید، از این گزینه میتونید استفاده بکنید و اگه احیانا بخواید یه متن خاصی رو توی PDF تون سرچ بکنید میتونید از این گزینه استفاده بکنید. و مثلا بچه‌ها ما اینجا واژه فرض کنید اسنشیال رو میایم جستجو میکنیم. نگاه کنید خیلی راحت میگه اسنج، این چیزی که تو نوشتی 6 جا وجود داره، این پنجمیشه. از اینجاها میتونیم پیمایش بکنیم توی فایل PDF و خیلی راحت بگردیم دنبال اون چیزی که توی فایل PDF مورد نیازمونه یا داریم مثلا به قصد اون این مقاله رو میخونیم. مثلا چی؟ مثلا یه آزمون خاص، یه روش کار خاص، یه ماده خاص، یه کلمه خاص، یه عبارت جستجوی خاص رو خیلی راحت میتونیم از اینجا جستجو بکنیم. حالا میریم توی گزینه‌های بعدیش. اینجا رو دقت بکنید بچه‌ها، شما اگه بخواید به همین مقاله رفرنس بدید کافیه بیاید روی این قسمت کلیک بکنید. حالا میاد میگه به فرمت MLA، APA، شیکاگو، هاروارد و ونکوور که 5 تا فرمت مرسوم رفرنس نویسی انتهایی هستن، میتونید کلیک بکنید اون فرمت رو کپی بکنید و بعدم توی فایلی مثل فایل ورد پیستش بکنید که من توصیه نمی‌کنم از این روش برید. بهتره برای رفرنس نویسی از نرم افزارهای ارجاع نویسی استفاده بکنید. اگر اطلاعات این سند علمی رو میخواید خروجی بگیرید برای نرم افزارهای ارجاع نویسی، اینجا میتونید از فرمت بیبتک، اندنوت، رفمن و رفورد استفاده بکنید و خروجی اصطلاحاً اطلاعات کتاب شناختی این سند علمی یا متادیتاش رو بگیرید و اون رو وارد نرم افزارهای ارجاع نویسیتون کنید. خب گزینه بعدی که اینجا وجود داره بچه‌ها گوگل اسکالره. شما اگه روی گوگل اسکالر کلیک بکنید میگه این مقاله توسط 9 تا مقاله دیگه تا الان سایت شده، related articles به شما مقالات مرتبطش رو نشون میده و اون رو توی صفحه جدا براتون باز میکنه. چی از این بهتر؟ واقعا چی از این بهتر؟ حالا دوباره برمیگردیم و اگه آل 5 ورژن رو بزنید دوباره میاد هر 5 تا ورژن این رو توی یک صفحه مجزا برای شما میاره که میتونید به فایل های مختلفش دسترسی داشته باشید. اگه save to my library رو بزنید میاد میگه که دقیقاً تو کدوم یکی از لیستات میخوای اینو ذخیره بکنی. من میگم تو ریدینگ لیستم ذخیرهش بکن و حالا دان رو میزنم. اگر وارد گوگل اسکالر هم بشم و بیام اینجا مای لایبراری رو بیارم، دقت کنید بچه‌ها ریدینگ لیست من یه دونه جدید داره و اگه واردش بشم دقت کنید همین مقاله‌ای که داشتیم میخوندیم رو اینجا تو ریدینگ لیستمون اضافه کرد. خیلی باحال بود نه؟ حالا دوباره بچه‌ها مای لایبراریتون هم اگه بزنید خودش کلا شما رو به این مای لایبراریتون وارد میکنه، به شرط اینکه حتما توی گوگل اسکالر اکانت داشته باشید که نحوه ساخت اکانت توی گوگل اسکالر رو بهتون آموزش دادم، نحوه ساخت کتابخونه رو هم بهتون توی قسمت‌های قبلی آموزش دادم. حالا اگر روی این دکمه کلیک بکنید این فایل رو برای شما دانلود میکنه، فایل PDF رو، و روی این هم کلیک بکنید اتفاقی که براتون میفته اینه که شما رو به پرینت هدایت میکنه و اگه میخواید این مقاله رو پرینت بکنید خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. از این قسمت بچه‌ها داکیومنت پراپرتیز رو اگه بزنید این اصطلاحی که من میگم متا دیتا یا اطلاعات کتاب شناختی رو شما اینجا میبینید. اینو بچه‌ها ما بهش میگیم اطلاعات کتاب شناختی. یعنی فایل نیم چیه، عنوان از مقاله چیه، نویسندگانش کیا بودن، سابجکتش چی بوده، کیورداش چیه، تو چه تاریخی ساخته شده، تو چه تاریخ مودیفای شده. میبینید همه این موارد میشن اطلاعات متا دیتا. البته متا دیتا یه مقداری از اینها بیشتر هم هست. خب مورد بعدی که وجود داره اوپنینگ کروم ویور اگه بزنید بچه‌ها این PDF ریدر خود گوگل اسکالر میره کنار، خود PDF ریدر کروم اصطلاحاً برای شما باز میشه. خب حالا دقت کنید بچه‌ها من این گزینه رو که میزنم این مقاله رو برای من نمیاره متاسفانه. خب من کاری که میکنم دوباره میبندمش، میام توی لایبراریم روی PDF اش کلیک میکنم تا
با فرمتی که میخوام اون رو برای من باز بکنه. خب گزینه بعدی که میخوام بگم بچه‌ها اینجا اوپن ستینگه. این ستینگ بچه‌ها برمیگرده به تنظیماتی که شما برای این افزونه میتونید داشته باشید. مثلا پین تو تول بار، خب ما اینجا پینش کردیم این روشن شده. یا allow access to file URL، میتونید اینو بهش اکسس بدید، دسترسی داشته باشه. collect error، بیاد خطاها رو گردآوری بکنه که توصیه نمی‌کنم بقیه مواردش رو فعال بکنید. توی قسمت کیورد شورتکاتش اگه وارد بشید میگه که برای این افزونه شما میتونید یه شورتکات مثلا ست بکنید که اگر روی ادیتش کلیک بکنید خودش میگه که کنترل یا آلت رو بگیر، من شیفت رو گرفته بودم. خب حالا یه دونه واژه‌ای هم بزنید، مثلا فرض کنید من آلت اس میزنم، میگه توی کروم آلت اس بزنی این افزونه برات فعال میشه به همین راحتی. حالا من این افزونه رو بچه‌ها میبندمش، دوباره روی فایل پی دی اف کلیک میکنم که ببینم چیزی رو جا مونده بهتون توضیح بدم یا نه، و میبینم که همه موارد رو براتون توضیح دادم. خب امیدوارم از این قسمت آموزش هم استفاده بکنید و این افزونه کاربردی رو برای خودتون نصب بکنید و ازش لذت ببرید. وقتتون خوش، خدا نگهدارتون.